قصه مرغ سمندر نزد من افسانه نیست. سرگذشت مردمی پیچیده فریادی من است. آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد، سوختند افروختند آیین اجداد من است. در هر وقت و فضای مختلف نیروهای پیشبر جامعه دایر به انکشاف دولت مسئله گذاری نموده، سمت انکشاف دولت را هر گونه پیشنهاد می نمودند. هر کدام دولت می تواند به طریق خاص انکشاف یابد و آن سمت انکشاف و مسیر واقع نمایی آن را باید خودش یافته تطبیق نماید. درباره رشد و انکشاف هزار ساله از جانب دولت‌های ابرقدرت و سازمان‌های بین‌الخلقی استراتژی‌ها پیشنهاد کرده می شود که رونق‌یابی تمام دولت‌های عالم را در نظر داشته، خاص ایده کمی دولت‌ها می باشد که آنها سیاست جهانی را می‌آفرند و روند سیاسی جهانی را شکل می‌دهند. همگان به این باورند که نیروهای پیشبر و ترقی‌های عالم خواهان انکشاف دیگر دولت‌ها می‌باشند که در اصل حالت تماماً دیگر است. واقعیت این است که در شرایط معاصر دیلمای امنیتی و دیلمای انکشاف وجود دارد. انکشاف یافتن یک دولت احتمال دارد برای انکشاف دیگر مشکلی ایجاد نماید، یا اینکه به حالت افترکیه خودکفایی رسیدن دولت ضعیف برای کشوری بزرگ مشکلی جدی باشد. نگاه داشتن منظره نابرابری انکشاف در عالم به منفعت نیروهای پیشبر عالم می باشد، زیرا آنها مقامشان را حفظ می نمایند. وابسته به این همه دولت‌های عالم یک خیلی منفعت ندارند. اولا می‌کوشند تا بیشتر عالم را تحت نظارت خود قرار دهند. ثانیاً دیگران تلاش می‌نمایند که در برخورد بین ابرقدرت‌ها نابود نشوند. در طول سالهای آخر از خریطه سیاسی عالم ناپدید شدن دولت‌ها پیامد عمل ابرقدرت‌ها بوده. در بسیار موارد انکشاف دولت را در وسیع‌شوی آن می‌بینند و واقعاً امپریا اگر وسیع نشود محو می‌شود. راهی وسیع شوی در شرایط معاصر نه توسط اکسپانسیا بلکه اصول‌های نو صورت می‌گیرد. به این خاطر در اینجا انکشاف دولت مقام ژئوپلیتیکی خیلی کلان دارد. منفعت‌های ژئوپلیتیکی برای دولت در گذشته و در زمان معاصر و آینده عامل مهم میباشد، چونکه آن وکتور سیاست خارجی است و به انکشاف دولت مساعدت می‌نماید. در شرایط معاصر درباره منفعت‌های ژئوپلیتیکی تاجیکستان در دایره مختلف سخن به میان می‌آید، ولی سخن دایر به آن منفعت‌های می‌رود که آن ماهیتاً منفعت‌های ژئوپلیتیکی نیستند. از یک لحاظ از موقع تاجیکستان بیان داشتن نگاه ژئوپلیتیکی خیلی مشکل است، زیرا امکانیت‌ها و اقتدارها کم بوده، دایره عملکرد خیلی محدود کرده شده است. البته در چنین شرایط یک کاردانی ژئوپلیتیکی ضرور است تا امکانیت‌های ناچیزترین برای رسیدن به هدف‌های بزرگترین استفاده کرده شود. از آن نگاه که منفعت‌های ژئوپلیتیکی تاجیکستان را در دایره دولت‌های ابرقدرت و حوزه سیاسی بررسی کردن خطاست. این را باید دانیم که منفعت‌ها وجود ژئوپلیتیکی ندارند. اصلا منفعت‌های ژئوپلیتیکی تاجیکستان را در نسبت دولت‌های ابرقدرت جهانی و منطقه‌ای بررسی کردن ضد عقل و منطق است، زیرا یک نوع ابیکت ژئوپلیتیکی آن کشورها محسوب می شود. در چنین حالت تنها تاجیکستان در میان برخورد منفعت‌های دولت‌ها مقام و اهمیت خودش را جستجو می‌نماید. تاجیکستان در چنین حالت منفعت‌های ژئوپلیتیکی ندارد، اما داشتن آرمان ژئوپلیتیکی از احتمال دور نیست. در تاریخ سیاسی جهان نقش فارس تاجیک در تشکیل امپریاها و دولت‌ها اینچنین تمدن‌آفرین خیلی کلان است. این واقعیت ابیکتیوی است که از جانب یگان سوبیکت و از جانب غرضناک انکار کرده نمی‌شود. کانتیننت بزرگ دوران باستان زیر تصرف امپریای فارس بود. با گذشتن وقت عوض‌شوی بازیگران در تخته روند سیاسی، نقطه‌های گردش در تاریخ و عامل‌های ابیکتیوی سوبیکتیوی فضای تأثیر از تحت فارس تاجیک خارج شد. دیگر نیروها معین کننده تقدیر جامعه‌ها و عمومیت‌های دیگر گردیدند. جلوی روند سیاسی صاحب نوع خود را دریافت کرد که پیامد حرکت آن مسیر تاریخ را به کلی تغییر میداد. به خاطر دیگر باره تکرار نشدن سیکل تاریخی، عمومیت‌های کلان اجتماعی تاجیکستان را در خشکی‌های مختلف جایگیر کردند تا اقتدار قبلی به وجود نآید. این عمل بعد فنای دولت سامانیان آغاز گردیده، پیدا شدن سه کشور فارس زبان در قرن‌های بعد در صحنه تاریخ شهادت آن میباشند. آن نیروهایی که با پرینسیپ تقسیم نما و اداره کن این منظره ژئوپلیتیکی را به سه کشور در این
حوزه و در منطقه دیگر عالم عین همین عمل را بر روی کار آوردند. دولت‌های امپریالیستی مرحله نو می‌باشند. امپریالیسم جدید و یا نیو امپریالیسم امکانیت‌ها را به درجه محدود نمود که از کشورهای سابق مستملکه بوده و جز از نام دیگر همه خصوصیت‌های استقلالیتش را به معنی تامی کلمه از میان ببرد. در چنین شرایط پدیده استقلالیت سیاسی کاهش یافته، دولت همچون مضافات نظمی نوی جهانی قرار می‌گیرد. پس نمایی اکسپانسیا به معنی کلاسیکیش معلوم نیست، ولی در شرایط نیوامپریالیسم تصرف سرزمینی دولت‌ها با اصول نو صورت می‌گیرد. شرایط معاصر دوامی منطقی امپریالیسم کلاسیکی به شمار می‌رود. جالب دقت است که اگر در دیگر کشورها عوض‌شوی سوویت‌ها به میان آمده باشد، اما نیوامپریالیست‌های معاصر همان سابق مستملکه‌داران می‌باشند. در منظره کاتاپولیتیکی عالم چیز دیگر نشده است. الیت جهانی حکمران با تغییر تام در صحنه جهانی باقی مانده است. مستملکه‌داری صفتا نو سیاست نیوامپریالیستان جهان میباشد که منطقه‌های علاقه‌ای یا سیاسی را در تحت قرار داده و برای وسیع کردن فضای نفوذ خود مبارزه میبرند. تقسیمات جهان میان نیوامپریالیست‌ها و از نو کشیدن خریطه مرزی دولت‌ها در دنیا شکل ادامه دارد. نیوامپریالیسم پدیده کلا نو نبوده، قانون‌های امپریالیسم کلاسیکی را بر راهبری می‌گیرد. به پیشرفت تمدن، علم و دستاوردهای معنوی آدمان توجه به عنصرهای مادی در ژئوپلیتیک از قبیل ذخیره‌های زیرزمینی، زمین، آب و غیره کاهش نیافته است. به صفت منبع اشیای خام و نیمخام استفاده بردن دولت‌ها و در وابستگی صاحب نگاه داشتن آنها وظیفه اساسی نیوامپریالیسم میباشد. هر قدرتمند نیوامپریالیستی اصولهای مخصوصی مناسبت با کشورها را دارد. یگان کشور نیوامپریالیستی به این موقعیت‌دار نیست که کشورهای وابسته به حالت افراد شده است. قوانین دیگر وابسته بودن دولت‌ها از کشورهای دیگر و حرکت تطبیق مسیر نشان داده آنها این دلیل روندی ناقصی استقلالیت میباشد. دریافت راه مناسبی حل این مسئله‌ها قبل از همه استقلالیت تفکر را تقاضا دارد، زیرا اندیشه وابسته قابلیت ایجاد الترناتیو را ندارد. حشمت نیوامپریالیسم حس اعتماد را در کشورهای صاحب استقلال محو کرده است که به این باورند بجز از تابعیت به چنین نظامی نوین دیگر راهی حل وجود ندارد. در اکثر کشورها اوید به بررسی سیستم نوی عالمی نیوامپریالیسم مسئله گذاری به میان نمی آید. روحیه ناتوانی جامعه علمی را فرا گرفته است و باید به سیستم نوین مطابقت شد، نه اینکه آید به الترناتیو آن بیاندیشند. زمانی سخن آید به تنتنه استقلال می رود، مسئله به میان بیاورید که ما چه ارزشی داریم که استاتوس استقلال را داشته باشد. پدیده استقلال چیزی شخص شده نیست، آن باید وابسته به مکان و زمان تحکیم و تکمیل داده شود. برای تحکیم استقلالیت جمهوری تاجیکستان تکیه به ژئوپلیتیک و ژئوفیلسوفیا امری ضروری است. در هر وقت و فضای معاصر تکیه به دانش‌های ژئوپلیتیکی از اهمیت خالی نیست. باید ژئوپلیتیک نه برای هدف‌های معرفتی بلکه برای مقصد عملی و امپریکی استفاده شده از حالت موهومی و مفهومی وارد عملیه شود. به این خاطر ژئوپلیتیک وطنی را ضرور است تا طریق رشد تاجیکستان را در آینده نزدیک و دور پیشنهاد نماید. تحکیم استقلالیت تاجیکستان بدون انکشاف ناممکن است و باید ایمپولس رشد را دریافت کرد. باید ایمپولس رشد انکشاف با تکیه به اقتدار ملی باشد، زیرا امید بستن به آینده درخشان وابسته به عملکرد دولت‌های دیگر باعث خرابشوی استقلالیت کشور می‌گردد. پس باید روند تصمیم‌گیری راسیونالی استراتژی صورت بگیرد. منفعت‌های ژئواستراتژی و ژئوپلیتیکی تاجیکستان را باید در زمینه اقتدار موجوده تشکل داد. طبیعی است که برای رشد تاجیکستان اقتدار داخلی کفایت نمی‌کند و به آن هم تکیه استراتژی کردن نشاید. به این خاطر ضرور است که راه استراتژی که باعث حفظ استقلالیت تاجیکستان و تحکیم آن می‌شود دریافت کرد. باید تاجیکستان سپری ژئوپلیتیکی را در زمینه فضای حیاتی سازمان دهد.
در گئوپلیتیکای معاصر پدیده فضای حیاتی کاربردی وسیع دارد و تاجیکستان به فضای حیاتی نیازش بیشتر است. در آینده نزدیک مسئله مذکور اهمیت کلان را کسب می‌نماید. افزایش طبیعی اهالی در کشور، موافق نمایی شماره اهالی با حدودی دولت، کم بودن زمین‌های حاصلخیز، اگر پراهمیتی زبانی و کم اهمیتی عملی باشد، 10 ساله نزدیک پدیده انسان برای تاجیکستان مشکلی می‌شود. تنظیم دولتی روند دموگرافی در حالت یکفرزندی هم مشکلی‌های کلان را به میان می‌آورد. افزایش یافتن اهالی پروبلم‌های اجتماعی و اقتصادی را نخست به بار آورده سیاست دولت را به خود جلب می‌نماید. در مملکت از زیاد شدن اهالی و کم شدن ذخیره‌ها روند بی‌قرب‌شوی فرد تاجیکستانی به میان می‌آید، ولی نسبت مسئله مذکور اقدام ارزشمند پیاده نشده است، زیرا که اکثر روند و تمایل‌ها در کشور خود جریان هستند و همگان همیشه منتظری پیامدهای آن می باشند. کلی روندهای وطنی خود جریان محسوب می شود. سیاست قدرت روندسازی را ندارد، ولی این را باید درک نموده باشیم که آینده خوب را باید امروز بنیاد گذاری کرد. مناسبت اپتیمیستی به آینده با عمل اپتیمیستانه تحقق پیدا می کند. به این خاطر باید توسط لایحه‌های استراتژیکی زمینه دارد به تحکیم دولتداری مساعدت نماییم. دولت تاجیکستان به فضای حیاتی نیاز دارد. فضای حیاتی تمام مشکلی‌های تاجیکستان از جمله افزایش طبیعی اهالی، دموگرافی، مشکلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را حل کرده مقام گئوپلیتیکی تاجیکستان را استوار نگاه داریم. دایر به فضای حیاتی مسئله گذاری نماییم. به صفت فضای حیاتی کشور تاجیکستان چی برآمد کرده میتواند؟ مسئله گذاری را تقاضا دارد. در قسمت شرق و شمالی تاجیکستان روسیه با چین جایگیر شدند که آنها در تاجیکستان منفعت‌های خودشان را می‌جویند و چی رسد به آن که تاجیکستان در این کشورها منفعت‌های گئوپلیتیکی داشته باشد. چین با لایحه‌ای به مثل کمربند اقتصادی راه ابریشم، راه بزرگ ابریشم، یک کمربند یک راه، در تلاش تشکل دادن میدان گئوپلیتیکی خود می باشد. روسیه در چارچوبه ادامه در تشکیل اتفاق اقتصادی و گمرکی است تا می خواهد فضای قبلی اش را به یک نوع برقرار نماید. مبارزه برای منطقه آسیای میانه خیلی پرشدت صورت میگیرد. ایالات متحده آمریکا با دکترین آسیای مرکزی بزرگ خواهان به منطقه زیر نفوذ خود درآوردن کشورهای ترکیه با نقشه گئوپلیتیکی تورانی بزرگ نیت سازمان دادن اتحاد دولت‌های ترکستانی را دارد. تایید کردن به مورد است که تاجیکستان در همه لایحه‌ها یا زیر برنامه مانده است و یا به اینابت گرفته نشده است. طبیعی است که چنین منظره گئوپلیتیکی صاحب اندیشه وطنی را به تفاوت گذاشته نمیتواند. دریافت الترناتیو در نسبت این لایحه‌های گئوپلیتیکی ما را به حل مسئله نزدیک می‌نماید. با به اینابتگیری جایگیرشوی گئوگرافی تاجیکستان، دولت‌های همجوار، عینیت‌ها و عمومیت‌ها، گذشته تاریخی، فاجعه‌های گئوپلیتیکی که پیامد عمل امپریالیسم میباشند، موقع تاجیکستان را خیلی روشن کردن امکان دارد. تاجیکستان این بخش همان آسیای بزرگ است که بعدی از تقسیم نمایی امپریالیستی تشکیل یافت، ولی تاجیکستان فراگیرنده تمامی تاجیکان نبوده، قسمی از آنها در آشیانه کهن نگنجیدند. دیگران در هیئت دیگر کشورها ماندند. ایران و افغانستان بخش دیگری آسیای بزرگ بوده با تاجیکستان تاریخی خراسان بزرگ را تشکیل می‌نمودند. این سرزمین آسیای بزرگ، خراسان بزرگ، مالی حقیقی نیاگانی فارس تاجیک محسوب می‌شد. در سیمای ایران و افغانستان کشورهایی را می‌بینیم که با ملت تاجیک از یک سرچشمه معنوی آب خوردند. تقدیر تاریخی مشترک، عمومیت زبانی و عمومیت etnیکی دارند. امپریالیسم این سرزمین را پاره پاره کرده و مونوپولی دولت‌های ایرانی تبدیل کرد. فضای حیاتی تاجیکستان خراسان بزرگ محسوب می‌شود. لایحه خراسان بزرگ محض به خاطر انکشاف تاجیکستان، حفظ تاجیکستان و آینده تاجیکستان است.